تا الان کدامون رو توی یه دونه فایل می نوشتیم. اما وقتی برنامه‌ها بزرگ میشن نیاز داریم که چند تا فایل داشته باشیم و حتی خودمون بعضی از کدها رو توی یه فایل دیگه قرار میدیم تا نظم و سازماندهی کدهامون بهتر بشه. فرض کنید که یه دونه فایل پایتون یا همون فایل .py داریم که ممکنه شامل تعریف تابع، کلاس و متغیر باشه و حتی یک سری کد اجرایی هم داخلش بذاریم. یعنی توی بدنه اصلی فایل این توابع رو بیایم و صدا بزنیم یا اشیایی رو ایجاد کنیم. با استفاده از دستور import توی پایتون میتونیم یه فایل دیگر رو وارد فایل فعلی کنیم و از کداش استفاده کنیم. به اون فایلی که داره توی کد فعلیمون import یا وارد میشه اصطلاحاً میگیم یک ماژول توی پایتون. دلایل مختلفی رو میتونیم در نظر بگیریم که چرا کدهامون رو به صورت ماژول در میاریم و استفادهشون میکنیم. 3 مورد اصلیش رو من اینجا بهتون مطرح میکنم. فرض کنید که یه فایل کد دارید که شاید 1000 یا حتی چند هزار خط کد داشته باشه. یه فایل خیلی شلوغ که احتمالاً تابع‌ها و کلاس‌های مختلفی توی اون نوشتیم و داریم استفادهشون میکنیم. اگر کدهایی که با همدیگه مرتبطن و هم هدف هستن رو ببریم توی یه فایل دیگه باعث میشه که کدهامون نظم و ساختار بهتری داشته باشه. یعنی هر زمان که نیاز داریم که یه جایی رو تغییر بدیم بهتر میتونیم بدونیم که بریم سراغ چه کدهایی و کدوم فایل ها. اگر ماژولی که داریم ایجاد میکنیم شامل کدها و توابعی باشه که ممکنه تو سایر کدها یا حتی سایر پروژه هامون هم استفاده بشه، عملاً میتونیم از اون ماژول بدون تغییر خاص بارها و بارها تو جاهای مختلف استفاده کنیم. در نتیجه به ما قابلیت استفاده مجدد رو میده و از تکرار کدها تو فایل‌های مختلف یک پروژه جلوگیری میکنه. مزیت سوم اینه که تو پروژه‌های تیمی که چند نفر به طور همزمان روی یک پروژه کار میکنن، ممکنه توسعه هر ماژول بر عهده یه نفر باشه. اینطوری تداخل‌های کمتری تو ویرایش و تغییر فایل‌ها و کدهامون به وجود میاد. هم‌تیمیای ما هم از ماژولای ما یعنی کدهامون استفاده میکنن بدون اینکه درگیر جزئیات یا کپی کردن اونها بشن. البته تو پروژه های تیمی روش ها و ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از تداخل داریم، ولی من الان دارم در مورد ماژول صحبت میکنم و بحث اصلیمون کار تیمی نیست. پس به طور خلاصه ماژول توی پایتون یه فایل پایتونیه که شامل یک سری کدها و میتونیم اونها رو تو فایل ها یا کدهای دیگه‌مون وارد کنیم و ازشون استفاده کنیم. توی این جلسه فرض می‌کنیم که یک سری توابع محاسباتی داریم که قراره تو بخش‌های مختلفی از برنامه‌مون استفاده بشه و یا ممکنه بعداً بخوایم از این کدها توی یه پروژه دیگه هم استفاده کنیم. میام و توی همین فولدر پروژه‌ام یک فایل جدید ایجاد می‌کنم به نام مثلا mass utils یا به فارسیش اگه بخوام بگم میشه مثلا ابزارهای ریاضی. اینو من ایجادش میکنم و میبینید که یه فایل .py اومد و ایجاد شد. اسم ماژول با حروف کوچیک نوشته میشه. میتونیم از آندرسکور مثل همین چیزی که اینجا من استفاده کردم بین اون حروف انگلیسی بنویسیم. بهتره که از حروف خاص و اعداد استفاده نشه. همچنین بهتره اسمایی که کپی اسم بقیه ماژول هاست رو استفاده نکنیم. از همه مهمتر اسم ماژول مثل انتخاب نام متغیر باید نشون دهنده و توصیف کننده خوبی برای کارهایی که انجام میده باشه. مثلا من اینجا می‌خواستم یک سری کارهای محاسباتی و ریاضیاتی انجام بدم، برای همین یک چنین نامی رو براش انتخاب کردم. برای اینکه خیلی گیج کننده نشه میایم و یک سری توابع ساده می‌نویسیم. مثلا من می‌نویسم df تابع اد می‌نویسم که قرار جمع دو تا عدد رو انجام بده. A و B رو بهش میدم و چی رو می‌خوام برگردونه؟ میگم ریترن کنه A به علاوه B. واضحه که این تابع میتونه هر چیزی باشه دیگه، هر پردازشی و هر کاری میتونیم انجام بدیم. اینجا صرفاً چون داریم مثال میزنیم نمیخوایم درگیر پیچیدگی‌های نوشتن یه تابع خیلی پیچیده و سخت بشیم. یه تابع دیگه هم مینویسم df مثلا برای منها کردن subtract و دوباره دو تا عدد میگیره a و b و چی رو برمیگردونه a منهای b. این هم از این دو تا تابع. اجازه بدید یه دونه متغیرم تعریف کنم. مثلا متغیر pi یا همون p عدد p که توی ریاضی داشتیم و معادل بذارم با 3 14 15. همون عدد p 3-14 که برای دایره داشتیم رو اینجا میام و مینویسمش. اینجا الان دو تا تابع داریم
یه دونه متغیر داریم، میتونستم چند 10 تا تابع داشته باشم، چند 10 تا متغیر داشته باشم، همچنین میتونستم یک یا چند تا کلاس هم اینجا بیام و بنویسم. خیلی معمول نیست ولی میتونیم تو بدنه فایل هم یک سری کدها بنویسیم. یعنی اینجا مثلا بنویسم if فلان، یا یه حلقه بنویسم، یا بیام بگم پرینت کن، یا هر چیز دیگه ای. اما چه این کار کردن معمولا خیلی معمول نیست. حالا بریم سراغ فایل کد اصلیمون که قراره از این ماژول توی اون فایل استفاده کنیم. ابتدای فایل این کدم میام و مینویسم، میگم import mass utils با دستور import و بعدش اسم ماژول که الان کنار همین فایل قرار گرفته. به مفسر پایتون میگم که برو و کدهای درون این ماژوله رو بخون و قرارشون بده در اینجا و بعدش ادامه بده. یعنی به صورت خیلی خیلی کلی میاد وقتی که مفسر به اینجا میرسه این فایل رو پیداش میکنه، هر چی محتویات توی این هست رو کپی میکنه، برمیداره میاد اینجا به جای این یه خط میذاره، بعد شروع میکنه ادامه کارش رو انجام میده. ادامه کارش چی بود؟ خط به خط خوندن و اجرا کردن. اینو میخونه، یه تابع تعریف میکنه، اینو میخونه، یه تابع تعریف میکنه، یه متغیر تعریف میکنه و بعدش هم که ادامه اون کدمون بود دیگه، غیر از ایمپورت بود. یعنی به جای ایمپورت کل محتوای اون ماژول رو میاد و اینجا قرار میده. من اینو اگه برگردونم تو همون حالت ایمپورت و بعدش میخوام بیام از اونا استفاده کنم، میتونیم به توابع و متغیرایی که توی این ماژول هستن خیلی راحت از این به بعد دسترسی داشته باشیم. یعنی من بگم mass utils و از داخل یعنی این ماژوله برو دات تابع اد رو بگیر. میبینید که الان اینجا آیدی هم داره به من کمک میکنه، یعنی خودش رفته از توی اون ماژول پیدا کرده و داره بهم پیشنهاد میده، میگه که یه متدی هست به نام اد. من این اد رو مینویسم و مثلا مقدار 5 و 3 رو میدم. البته از اونجایی که داره ریترن میکنه بهتره که خروجیش رو پرینت کنم که توی نتیجه اجرا ببینیم که داره چه اتفاقی میفته. من اگر این رو ذخیره و اجراش کنم توی خروجی میبینید که مقدار 8 رو داده. در حقیقت داره چه اتفاقی میفته؟ میره از ماژول mass utils تابع اد رو صدا میزنه، آرگومان های 5 و 3 رو بهش میده و خب اونم ریترن میکنه 5 به علاوه 3، یعنی کاری که عملا میخوایم، پردازشی که میخوایم رو انجام میده، جای این میذاره و پرینت رو انجام میده و ادامه ماجرا. من میتونم بیام اینجا علاوه بر این که توی این خط قبلی اومدم از یکی از توابعش استفاده کردم، بیام از اون متغیری که تعریف کرده بودم هم استفاده کنم. math-utils رو می‌نویسم و به عدد p دسترسی پیدا میکنم و پرینتش میکنم. میبینید که مقدار 3 14 15 رو داره برای ما چاپ میکنه. این میشه نحوه استفاده از یک ماژول توی کدامون. به همین سادگیه. در ادامه یه سری نکات بیشتر رو بهتون میگم در مورد ایمپورت کردن یک ماژول. من میتونم بیام ماژولم رو به روش‌های دیگه هم ایمپورت کنم. مثلا یه نام مستعار برای mass utils انتخاب کنم. میام اینجا میگم ایمپورت کن math utils رو. برای اینکه هر دفعه ننویسم math utils میام میگم از این به بعد، یعنی بیا علاوه بر اینکه ایمپورتش کردی ولی محتویات درونش رو با یک نام مستعار در اختیار من بذار. اینجا مثلا میذارم mu، m رو از math گرفتم و u رو هم از utils گرفتم. هر اسم دیگه که دوست دارید میتونید بذارید. خیلی معموله که میان اول اسم این بعد از آندرسکورا رو اول اسم کلمات ماژول رو قرار میدن، ولی شما هر اسم دیگه رو میتونید قرار بدید. من اینجا mu میذارم و از اینجا به بعد، یعنی وقتی اینطوری دارم ایمپورتش میکنم، باید وقتی که میخوام یه دونه تابع یا یه دونه متغیر رو از داخل اون ماژول صدا بزنم، به جای اسم ماژول اون نام مستعاره رو استفاده کنم. اینجا میذارم mu و اینجا هم میذارم mu و اگر کدم رو ذخیره و اجراش کنم میبینید که نتیجه هیچ تفاوتی نکرده و کدم داره به طور کاملا درست اجرا میشه. گاهی اوقات نمیخوایم تمام محتویات داخل ماژولم رو بیام و ایمپورت کنم. میخوام فقط یک سریاش رو دستچین کنم و فقط همونا رو ایمپورت کنم. در این حالت من حالتهای مختلفش رو اینجا نگه دارم، بدون نام مستعار، با نام مستعار، و الان میخوام صرفاً یک سری توابع یا متغیرها رو بیام و ایمپورت کنم. میام میگم از چه ماژولی؟ from math-utils. میام میگم از این ماژول. حالا چی رو ایمپورت کن؟ ایمپورت کن مثلا add و pi. میتونستم بگم add و subtract و هر چیزی، چون الان add و pi رو اینجا دارم، همین دوتا رو میام و ادشون میکنم.
در صورتی که به این شکل بیام و به صورت دستچین شده یک سری موارد رو ایمپورت کنم، دیگه برای صدا زدنشون نیاز نیست اسم ماژول رو بیاریم. یعنی اینجا MU رو باید پاک کنم، اینجا هم باید پاک کنم. مستقیما خود تابع add و متغیر P میاد و در دسترسمون قرار میگیره. من اگر این رو ذخیره و اجرا کنم، مجددا میبینید که خروجیمون هیچ تفاوتی نکرده. یک ساختار دیگه هم داریم که معمولاً پیشنهاد نمیشه که استفاده کنید. اونم اینه که بیاین به جای اسم چند تا تابع یا کلاس یا متغیر یه دونه علامت ستاره بذارید. یعنی اینجا من میگم از این ماژول هر چی که داره رو بیا و ایمپورت کن. اینطوری تمام توابع و متغیرها و کلاس‌ها بدون اینکه قبلش نیاز باشه اسم اون ماژول رو صدا بزنیم، یعنی مثلا اینجا بگیم mu.add یا اینکه بگیم مثلا mathutils.add، بدون اینکه اونو صدا بزنیم همه توابع و کلاس‌ها و متغیرهایی که توی اون ماژول وجود دارن در دسترسمونن. یعنی من الان میتونم بیام اینجا علاوه بر این اده بیام و سابترکت رو هم فراخوانی کنم. اگر کدم رو ذخیره و اجرا کنم میبینید که 5-3 رو اومده برای من چاپ کرده. چرا این روش پیشنهاد نمیشه؟ یعنی این روشی که بیایم ایمپورت استار یا ایمپورت ستاره بزنیم، چون که اسامی این توابع و متغیرها و کلاس‌ها همه در دسترسمونن ولی به طور ظاهری توی کدمون نیومدن و استفاده نشدن، تعریف نشدن. به همین خاطر باعث میشه که خانه‌ی کدمون کمتر بشه و همچنین گیج بشیم. بنابراین بهتر از این حالت ستاره استفاده نکنید یا کمتر استفاده کنید. هیچ ایرادی نداره، میتونید به راحتی ازش استفاده کنید و میبینید که نتیجه رو هم بهمون میده. اما میگن بهتره که استفاده نکنید چون گیج میشیم. این بود از تعریف یک ماژول توی پایتون. البته این نحوه فراخوانی و این نوع کار کردن و این نوع تعریف ماژول ها در حالتی بود که فایل ماژول کنار فایل اصلیمون باشه. یعنی ما تو این فایل اومدیم و داریم از یک ماژولی که دقیقاً کنارش هست استفاده میکنیم. میتونیم این ماژول رو ببریم توی یه فولدر دیگه که این فولدر میتونه کنارش باشه یا میتونه اصلا یه جای دیگه باشه، توی یه فولدر غیر از این پایتون من باشه، که از نظر فنی به این ساختار یه اسم دیگه میدیم که موضوع بحث جلسه بعدیمونه. قبلش بهتره کمی تمرین کنید و بعدش بریم سراغ اون بحث. به عنوان تمرین خودتون بیاین و این mathutils رو ایجاد کنید. همینطور یه دونه تابع جدید هم اضافه کنید. مثلا برای محاسبه مساحت دایره، مثلا df circle area، میخوام بیام مساحت یک دایره رو با استفاده از این تابع محاسبه کنم. یک شعاع هم میگیریم و بعدش باید بیایم ریترن کنیم. دیگه بقیهش رو خودتون بنویسید دیگه. مساحت دایره بود عدد p ضرب در شعاع ضرب در شعاع، یا شعاع به توان 2 ضرب در عدد p. بعدش به شیوه های مختلف که این 3 تا شیوه بود در اصل، البته این 3 تا شیوه نبود دیگه، 4 تا شیوه بود. اینجا ستاره بود، اینجا هم اون حالتی که به صورت دستچین می اومدیم و ایمپورت می کردیم بود. به این 4 حالت بیاین و این تابع محاسبه مساحت دایره رو ایمپورت کنید، به شعاع بدید و نتیجهش رو پرینت کنید. بعد از انجام تمرین بیاین به جلسه بعدی تا با مفهوم جدیدتر اما ساده تو پایتون آشنا بشیم و بیشتر کار کنیم. اگر هم توی دوره عضو نیستی، از لینکی که الان زیر صفحه براتون میاد میتونید تو دوره جامع پایتون سبزدانش عضو بشید تا علاوه بر جلسات اصلی به مباحث تکمیلی، تمرین‌ها، یادداشت‌ها و آزمون‌های دوره دسترسی کامل داشته باشید.